از اونجایی که اولین ویدیو یوتیوبمه نمیخوام حرف اضافه بزنم و دوست دارم یه راست برم سر اصل مطلب. تنها دلیلی که این کانال رو زدم اینه که من بین هزاران هزار بدبختی که دارم تصمیم گرفتم که به عنوان تفریح بازی لیگ اف لجندز رو پلی بدم. و خب صادقانه بگم نه تنها که تفریح که برای من به حساب نمیاد، بلکه داره دهن منم سرویس میکنه، یعنی رسما داره منو به جنون میرسونه و واقعا نمیدونم. و با خودم گفتم که خب تو که داری این بدبختی رو به جون میخری، چرا حداقل یه کانال یوتیوب نزنیم؟ چرا حداقل ازش ویدیو نگیری؟ نمیدونم، شاید 2 نفر دیدنت، 2 تا ویو گرفتی، یا اصلا چه میدونم شاید حتی به درآمدزایی رسیدی. و واقعا همین، یعنی این هم اولین ویدیو یوتیوبم، امیدوارم که ازش لذت ببرید. اگه کماکاستی چیزی داره واقعا ببخشید، و اگرم پیشنهادی دارین که میتونم باهاش ویدیوهای بهتری بسازم، چه از نظر ادیت یا هر چیزی، خیلی خوشحال میشم که واسم کامنت بذارین که آره دیگه خلاصه بتونم ویدیوی بهتری ارائه بدم. و همین، بریم سراغ ویدیو. با سگ وحشی. ای خدا. People keep running into my blade. مثلا میشدم لگ میخورم، خدا رو شکر. داشت هیچ جوره منطقی نیست که تو لبت از من زود طرف بالا، یعنی شدم بهتون میگم. حالا شاید تو بگی نه منطقیه، ولی نه واقعا منطقی نیست. چی بهش نزدم خدایی. Make it quick. Wanderer isn't always wrong. کجا رفت؟ واقعا رفت اونجا گنگ بده یا رفت ریکال کرد؟ Honor is in the heart, not the name. Fast as fuck, boy. The sword's poor company for a long time. اوه این چه دمیجیه حاجی، این چه دمیجی بود ناموسن. من از اند فلشمو نزدم، پارم کرد. چرا این اصلا کرکوپرم ریخت. من اصلا ببین، یعنی اصلا فکر نکنی که مثلا حواسم نبوده الان ماسمالی میکنم اصلا بگی چرا فلش نزدم. من اینجوری بودم که اصلا چی کار میخواد بکنه، دید تاش دمیج میزنه دیگه. واربیگ هم که لو اچ پیه، کاری نمیتونه بکنه. ریدم تو دهنت. Follow the wind, but watch your back. عالی بودش. I will not forget who I am. No one is promised tomorrow. Come on, touch me. دمش کم که اون طرف سیگنال داده بود، حواسم بوده که عقب بمونم. اینم که اولتش رو گرفت.
That's a pretty word. دیگه تا صبح باید هیل بشه دیگه نوب سگ. I'll give you the easy way out. من چرا بعضی جدی این بازی رو با فورتنایت اشتباه میگیرم. خیلی بدم میاد از اینجا آدم. یعنی قشنگ یه رو فکر میکنم اصلا فورتنایت داره پلی میده. تو بوش کمپ میکنه نیم ساعت تا نمی بیاد. بلم کن ناموسن. جون بکم این اینا رو پوش بده دیگه. ریدم تو قبر بابات. همه که بهش تجاوز شد اونجا. میگن که من قراره بهش تجاوز بکنم. یکم بی هوا، زیادی بی هوا رفت روی. آره واقعا زیادی بی هوا. من شکرم واردم بکا واردم نکاش. اونجا خیلی جالبه این قضیه. دمیت کم داشت کمک نکن به زور مفت بخور. خیلی جالب بود برا من. به جایی که اون دلغک رو بگیره که منو ول کنه نیم ساعت داره. ای خدا. کاش اونجا بهش گفتم وارد بکار وارد میکاشتش. حتی کم دیگه عصبی شده بودم دیگه این شکلی گفتم. انا اخی خدای خوب اوکی بازی کرد دیگه. دروغ چرا. آره یعنی یکم فشار خوردم سر این گیم. حرف علکی زدم. مثل گاو میدوه بهم میرسه حاجی. فکر نکنم بشه پلیس گرفت واقعا. نمیخوام ریسک علکی بکنم. دیدی سگ پدر. چه رندوم شت انقدر میری. ناموسن میشه این کار نکنی. کونت پارست. I will not die dishonored. خیلی خوب. Some things never die. شیلد گرفته. خیلی جالبه. این همه دهن سرویس هیل میشه خودش دیفالت. شیلد هم گرفته. نه کنترل قرآن. تاکتیک چرا این پلیر تاکتیکی آخه. اهری تو بیس نیکو هم تو بیس. دقیقا دن سرویس ها چرا رفتن دراگون رو بزنن نمیدونم جدی. جانگلرمون اونقدر خوب نیست. تایمینگ نداره میدونی. اینم جایزه خوب بودنت. مثل سگ خوب رفتی اون طرف. منم مثل آدم نشستم. اوه شاید حرکت کمبو شدید ناموسن. دو چک زد بعد فیر داد بهم. باش من میتونستم اینقدر خفن بازی بکنم آجی. لایی کم نشون میده دنس سرویس نگاه چه گوی خورده. یه اصلا منو خورد میکنی واردیک. An enemy has been slain.
kill me. عالی بود داداش، عالی بود. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. کمبوش رو که دیدین بچه‌ها، فلش رو زد تو دیوار که من چیز بشم و گمراه بشم، فکر نکنه که یه ریده. پرو پلیر نمشون، من اینجا نوبه سگم. اینم از این بش بکن برای خودت آقای برگر. چون دیگه وارویک هیچ گویی نمیتونه بخوره، هر راحت میزنم پارش میکنم، حتی بیاد اینجا هم هیچ تأثیر نداره. جانگلرش هم که بیاد قورتش میدیم. خلاصه مطلب تایم خیلی خوبیه که بخوای هرالدو بزنی. ایزی. خیلی خوب. گلد خیلی دارم. خب دیگه ریدی دیگه داداش من، دیگه ریدی. اینکه به زور میخوایی تورت بزنم، داشتین تورتتو نمیتونی بزنی سلطان من. چخه حیوان چخه. من میگیرم همینجا میکشمت. تا یاد بگیری تورت اربابتو نزنی، از اربابت حرف شنوی داشته باشی. میگم تلاش اینو نکن. وای کاش اولتمو داشتم حاجی. کاش بخوره بهش. عالی بود پسر. نمیدونم هدفت بود کمبو بزنی یا اینکه ریدی تورتو نزدی خوردی بهمون، ولی در صورت نمیدونم. من میزنم به این حساب که کارت عمدی بوده. It was a plan. یه برو بابا مردک. ای خدا. سلام باش. اوه خیلی خوب. اون تورنادو از ام میستادم ما چون که تورت نداشتش. آره بچه What the fuck دیگه این شکلی دیگه نیستش که سلطان. همینطور داره فرار میکنه دهن سرویس. غلط کردی. مخلصیم برادر. I will not forget who I am. I believe I can fly. بهش اجازه میدی من بکشمت یا نه؟ دشان سریع این دهن سرویس. خیلی خوب عالی. گربه مظلوم، گربه مظلوم کشنده. شما همینجا بمونید. گرفتش. کاش میزدینش. این نوبازی ها چی بود دیگه. میسفوشون چرا با من اومد؟ گفتم اونجا بمون که بابا ریدم تو دهنتون دیگه. آدم باید سرندر میکردین.